الو. آره داداش همین الان آبجی تو دیدم تو پارک. من پسره رو میگیرم. بیا اینجا بیا نرو بیا دارم دوربین مخفی میگیرم. بیا کیه این خانم عمرتو گذاشتی پایین؟ این اصلا به دردت نمیخوره. الو سلام داداش. این آرایشگاهی که گفتی موهاتو خراب کرده دم ایدی همینیه که تو کوچه متحریه؟ چی داشت؟ همین که نوشته مستر پژمان. موهای رفیق منو خراب کردی؟ داداش نارنجک درست کردم الان میندازم پرپر. بیا داداش معذرت میخوام میتونی قول جانو بشونی؟ ببخشید آخ دل پیچم گرفتم. تو گوزیدی ریدم؟ ناکن واقعا؟ ریدی داداش من معذرت میخوام. داداش من عذر میخوام. که ما رو انی کردی داداش من اصلا به دست نزدم تو من فشار دادی اینجا یکمه. من معذرت میخوام ازت. ماشتی انیمون کردی. داداش من عذر میخوام دست خودم نبود فشارم دادی ریدم. ببخشید داداش. من معذرت میخوام. بابا یه لحظه بذار من یه دستشویی برم بهت زنگ میزنم. خانم یه لحظه این خر منو میگیری من یه لحظه برم بیام. خانم خواهش میکنم از شما یه لحظه خانم بگی میذارم اصلا اون هیچ کاری به شما نداره. واقعا خره دیگه خانم پس چیه یه لحظه شما به من اجازه بده. برفی جان همینجا بمون باشه بمون من میام. ریخ معذرت میخوام ازتون. من میخوام برم به این آدرس. شما میدونید از کجا باید برم؟ این آدرس پایینیه. پایینیه؟ آره خیابون دولت. این چهارراه رو بریم پایین سمت راست. به نظرم از شریعتی بریم راحت‌تره ترافیک نداره. ممنونم ازت. دست شما درد نکنه لطف کردین. آخه شما اینجا چی کار میکنی؟ جا؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ من خرم دیگه. من همین الان صاحبم اومد اینجا 2 ساعت دنبال سرویس